رسیدگی به این پرونده از 2 سال قبل با شکایت یک مرد میان سال آغاز شد. اون که به پلیس آگاهی رفته بود از برادر 45 سالش به نام بهروز شکایت کرد. برادر بهروز، برادر شروره هم چند سابقه کیفری در پروندهش دارد و در خرید و فروش و توزیع مواد مخدر دست دارد و از اوباش بد سابقه است که چند بار به زندان افتاده. او 4 تا همسر گرفته و از همه آنها نیز جدا شده و حالا 4 تا فرزند داره. مدتی قبل برادرزاده 14 ساله هم به نام تانیا با سر و وضعی پریشان به خانه ما آمد و حرفای تکان دهنده رو مطرح کرد. او میگفت پدرش از 4 سال قبل وقتی که او فقط 10 سال داشته بارها او را آزار و اذیت کرده. تانیا میگفت این موضوع را بارها به نامادریش گفته اما او حرفایش رو باور نکرده. اما من که از شنیدن حرفای برادرزاده نوجوانم شوکه شده بودم، حرفایش رو باور نکردم و در این باره از همسر 4م برادرم پرسجو کردم. زن جوان میگفت تانیا چند بار در این باره او حرفای عجیبی زده اما او حرفایش رو باور نکردم. من که فهمیده بودم برادرزادم دروغ نمیگوید سعی کردم او را آروم کنم. تانیا آخرین بار وقتی پدرش قصد داشته او را آزار دهد تونسته بود با گوشی موبایل چند ثانیه از او فیلم بگیرد. من با دیدن این فیلم سیاه به واقعیت وحشتناک پی بردم و حالا اومدم تا از برادرم شکایت کنم. با اظهارات تکان دهنده این مرد دختر نوجوان تحت بازجویی قرار گرفت. اظهارات تکان دهنده تانیا: از وقتی 10 ساله بودم پدرم منو آزار میداد. مادرم از پدرم جدا شده بود و من به ناچار با پدرم زندگی میکردم. من از ترسم در این باره به کسی حرفی نمیزدم. اما وقتی پدرم با همسر 4مش ازدواج کرد برای اولین بار این ماجرا رو به نامادریم گفتم. اما او حرفایم رو باور نکرد. او فکر میکرد چون پدرم مرد بد اخلاقیه و بارها منو کتک زده به دروغ این حرفا رو درباره او میزنم. تا اینکه چند وقت پیش ماجرا رو به عمویم گفتم و از او کمک خواستم. تانیا در حالی که اشک میریخت گفت من از این زندگی خسته شدم. 4 سال است که در دام سیاه پدرم گرفتارم و بارها به فکر خودکشی افتادم. تانیا فیلم سیاه رو به پلیس ارائه داد و به پزشکی قانونی معرفی شد. وقتی کارشناسان پزشکی قانونی آزار و اذیت تانیا رو تایید کردند، بهروز که چندین سابقه کیفری در پرونده سیاهش دارد و از اشرار بد سابقه منطقه کهریزک است بازداشت شد. بهروز سعی داشت دخترش رو دروغگو نشون بده ولی وقتی با فیلم سیاه روبرو شد دست به اعتراف زد. محاکمه پشت درهای بسته. مرد شیطان صفت در شعبه 6 دادگاه کیفری 1 استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و دخترش برای اون اشد مجازات خواست. پدر تانیا در آخرین اظهاراتش گفت تحت تاثیر مصرف مواد روانگردان دست به این جنایت سیاه زده. ولی در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده پدر آزارگر را به اعدام محکوم کردند.